سلام دوستان، امروز میخوایم برای شما یکی از آپشن‌های آیفون را به معرفی بگیریم که وقتی یک دوستان میخواد از تلفنتون استفاده کنه و کسی زنگ بزنه، شما تنها همو اپلیکیشن رو برش فعال بانین و دیگر تمام دیتاها و اپلیکیشن هایی که دارین در تلفنتون رو قفل کنین تا او دوستان از او استفاده کرده نتانه. این بسیار خوب است و کسی نمیتونه که از عکسایتان، مسیجایتان و یا بعضی چیزهای دیگر استفاده کنه، فقط از اون اپلیکیشن مشخص میتونه. پس ما رو تا آخرین لحظه دنبال کنین. نخست به میدیای ستنگ میرویم و از این قسمت جنرال رو انتخاب میکنیم. بعد ما اینجا اکسسیبیلیتی رو خوش میکنیم. در قسمت آخر گایدد اکسس آن میکنیم. در پسورد ستنگ برش پسورد ست میکنیم. این یک بار اجرا میکنیم و دیگه بارها ضرورت به این نیست. من پسورد 690 میمونم. حالا دوستان میخواد زنگ بزنه ولی ما نمیخوایم که اونا با دیگه چیزا دسترسی پیدا کنه. پس به اپلیکیشن فون میریم و همین سویچ هوم یا هوم بتن این را 3 بار فشار میدیم. گایدد اکسس آن شد، انیبل شد. حالا دیگه از این صفحه خارج شده نمیتونه و تنها میتونه از اینجا زنگ بزنه. بس هر کار بکنین از صفحه برآمده نمیتونین. یگانه راهش دوباره سویچ هوم بتن 3 بار باید فشار بدین و پسوردتون رو بدین. در این قسمت ما 3 بار هوم بتن فشار میدیم تا انلاک شود. پسورد خود که خوش کرده بودیم میتین دیگه. در این قسمت دو آپشن میتم. اند است که خاتمه میتین به می و یا ریزیوم که میخواین امی صفحه هم لاک باشه. من اندش میکنم چون میخوایم این صفحه برایم. پس حالا تلفن ما انلاک شده. امیدوار هستم که ویدیو خوش آمده باشه. چینل ما را سابسکرایب کنین با دوستانتون شیر کنین تا ویدیو بعدی و روز دیگر. الله نگهدارتان. خداحافظ.